السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. اما بعد، حمد و ستایش او سبحانه و تعالی را می‌نماییم و از او کمک می‌خواهیم و طلب آمرزش هم می‌نماییم و با سوی او سبحانه و تعالی توبه می‌کنیم از بدیهای نفس‌هایمان و کارهای ناشایسته امان. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کی راه گمراهی را اختیار نماید، کسی او را هدایت هم کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبودی بجز الله نیست، تنها اوست شایسته عبادت. و همچنین گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم. به درستی که ما هیچ دانش نداریم جز آنچه که پروردگار تو بر ما عطا فرموده و پروردگار با آنچه که برای ما سودمند است بیاموز و علمی با عمل بر ما نصیب و روزی بگردان. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از کتاب فقه میسر، فقه آسان بیان، سپس باب نهم میفرماید که فی صلات اهل اعذار، درباره نماز اهل عذر. اهل اعذار، اهل عذر، آنها بیماران، مسافران و آنهایی هستند که در حالت ترس قرار دارند و نمیتوانند نماز را مثل دیگران با طرز کامل ادا کنند. شریعت برای این گونه انسانها، یعنی که برای بیماران، مسافران و کسانی که در حال ترس هست، شریعت برای آنها سبوکی داده است، سبوکی را آورده است تا نماز را موافق توانایی خود ادا نمایند. الله سبحانه و تعالی میفرماید و ما جعل علیکم من الدین من حرج، و الله بر شما در دین دشواری نگذاشته است. سوره حج آیه 18. در دین دشواری نیست، انسان واسه بر تواناییش. و نیز الله سبحانه و تعالی میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله کسی را جز به اندازه تواناییش مکلف نکرده است. سوره بقره 286. و نیز الله میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم، پس از الله بترسید، یا اینکه پس تا جایی که میتوانید از الله بترسید. سوره تغابن آیه 16. پس هرگاه که دشواری آمد بر بالای بندگان، حتما سبوکی نیز هست. باید این سبوکی ها را آموخت و فهمید و دانست تا اینکه انسان در مشقت ها خود را گرفتار نکند. بارک الله فیکم. اولا کیفیت صلات المرید. اولا قسمت از بندگانی که عذر دارند این بیمار است. پس طرز نماز بیمار کسی است که سلامتی بدن او کاسته شده است، خواه با طور پوره باشد خواه قسمتی از آن. بر بیمار واجب است که نماز فرضی را ایستاده بخواند و هر طوری که توان دارد، هر گونه‌ای که توان دارد، حتی اگر با قامت خم شده هم باشد. مثلا کسی که درد میان دارد، میانش درد میکند و نمیتواند میانش را راست کند، پس در این حالت یا با دیوار تکیه میکند یا با ستون تکیه میکند یا با عصای تکیه کردن نماز را میگذارد. با دلیل فرموده او صلی الله علیه و سلم اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، گفتند اگر بر شما امر دادم تا جایی که میتوانید آن را اجرا کنید. پس بیمار اگر نمیتواند راست بایستد، پس به دیوار تکیه بدهد یا با ستون یا که با عصای تکیه دادن نماز را بگذارد. این حدیث را بخاری در مجلد 9 تحت رقم 117 و مسلم تحت رقم 1337 ذکر کردند. اگر بیمار ایستاده نتواند، پس نشسته نماز را بگذارد. اگر آن را هم نمیتواند، پس به یک پهلو نماز بخواند. با دلیل فرموده او صلی الله علیه و سلم که حدیث عمران ابن حسین از فرمودند صلی قائما، نماز را راست ایستاده بگذارید. فإن لم تستطع، اگر توانایی راست ایستادن را ندارید، فقاعدا، پس بنشینید نماز بگذارید. فإن لم تستطع فعلى جنب، پس اگر توانایی نشستن را هم ندارید، پس یک پهلو نماز بگذارید. بخاری این را تحت رقم 1117 روایت کردند. اگر از این هم عاجز باشد، پس موافق توان خود نماز را باید ادا نماید. و این هم با دلیل قول الله سبحانه و تعالی فاتقوا الله ما استطعتم، پس تا جایی که میتوانید از پروردگار بترسید. سوره تغابن آیه 16. پس بینگرید این حالت رو که نماز حتی از بیمار هم سبک نمی شود. تا وقتی که عقلی سالم دارد، عقلش در خودش هست،
حتی اگر با اشاره هم نماز بگذارد، آخران حالتی هست که انسان دیگر توانی ندارد، نه که عقلش سالم است، در جایش است، زیرا قادر به نیت کردن و اشاره نماز خوندن را دارد، پس نماز باید ادا نماید. پس بیماری که نشسته نماز میخواند در رکوع و سجده با سر خود اشاره میکند، در رکوع کم سر را خم میکند، با نشسته با کمتر. اشاره سجده باید پستر از اشاره رکوع باشد. اگر از اشاره با سر هم عاجز بماند، حتی اشاره هم کردن نمیتواند، با چشمان خود اشاره کرده نماز میگذارد. پس بینگرید برادران و خواهران گرامی قدر و منزلت عظمت این نماز را که در هیچ حالت اثر انسان ساقط نمیگردد. وابسته بر توانش باید انسان نماز را هر توانی که دارد ادا نماید. این است نماز بیمار.